أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران مسلمان، برای یک مسلمان از همه اولتر در زندگیش امو پیام نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مهم است که 13 سال عمر خود فقط به خاطر فهماندن مفهوم عبادت، موضوع ما مفهوم عبادت است، فهم عبادت. اصل آنچه که مفهوم عبادت تشریح میکنه وی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال فقط در خانه، در بازار، در مارکت، در مجلس و در هر جایی که می بود امی پیام بر مردم می رساند و می گفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. شما لا اله الا الله بگوین که رستگار شوین. مفهوم این کلمه را که خود عبادت بر انسان معرفی میکنه، از ما و شما که اگر خفه نشیم، ابو جهل، ابو لهب، امیه بن خلف و دیگه مشرکین معنای از این کلمه را خوبتر میفهمیدن از ما کده. به خاطر چی اونا خوب میفهمیدن؟ که اصلا معنای عبادت را میفهمیدن، معنای اله هم میفهمیدن، چون عرب بودن و ای که یک کس عرب باشه نسبت به عجم کرده معنای یک جمله را خوبتر میفهمه. اگر یک کس دری زبان باشه معنای یک جمله دری را نسبت به یک پشتو زبان خوبتر میفهمه. و اگر یک کس پشتو زبان است یک جمله پشتو را برش بگویی اون معنای او سخن تو را از او دری زبان کده خوبتر میفهمه. ولی به این معنا نیست که ما باید معنای زیر نفهمیم، ما باید بفهمیم. چرا 13 سال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر نماز، روزه، حج، زکات، نظام، کل چیز نه، 13 سال اول تخصیص داده بود برای فهم معنای لا اله الا الله. و ما چرا معنای لا اله الا الله را نمیفهمیم؟ به خاطر از اینکه ما 13 روز عمر خود تخصیص ندادیم. اگر علمای ما 13 خطبه خود در لا اله الا الله بگیرن باز مشکل کلش حل میشه. ما سر کل چیزا گپ میزنیم، اما سر آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال وقت برش داده، در 23 سال 10 سال کل احکام، 10 سال کل احکام، 13 سال فقط لا اله الا الله. چرا؟ اگر مفهوم لا اله الا الله را نفهمید انسان دین نمیفهمه، اخلاق نمیفهمه، پیغمبر را نمیشناسه، هر چیز اسلام برش یک نوع شک ایجاد میکنه. 13 سال نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در لا اله الا الله کار کرد تا مفهوم عبادت مردم بفهمن. اول باید معنای عبادت بفهمیم، دوم اقسام عبادت بفهمیم و باز مستحق عبادت بشناسیم. اگر مفهوم عبادت و اقسام عبادت و مستحق عبادت شناختیم تمام مشکلات ما در زندگی حل میشه و ما مسلمان واقعی هستیم. اگر این سه مفهوم نفهمیم هر قدر که بخوایم که دیگه مسائل و احکام اسلام
تشریح بکنیم با وجود از این هم باز ما نمیفهمیم. وقتی که لا اله، ببینین لا نیست، اله معبود به حق یا مستحق عبادت، الا الله، بغیر از الله کسی دیگه نیست. مفهوم از این ابو جهل و ابو لهب چطور فهمیدن و چه قسم فهمیدن؟ و چون عرب بسیار قوی بودن و زبان عربی را خوب میفهمیدن، ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف اینا کلشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند لقب داده بودن. اینا میگفتن تو صادق هستی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادق بود. تو امین هستی، امانتکار هستی، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امانتکار بود. تو طیب هستی، پاک هستی، چون نبی کریم صلی الله علیه و سلم هیچ وقت ندیده بودن که او یک گناه صغیره یا کبیره را در مقابل از اون انجام بده. و تو طاهر هستی، هیچ وقت پیغمبر چیزی حرام نخورده بود. ولی وقتی که پیغمبر گپ میزد، حالا ما متاسفانه امی ادب ما مسلمان ها نداریم، امی ادب ما مسلمان ها نداریم. لکن اوجه اگر اونا مشرکان بودن، وقتی که پیغمبر گپ میزد، امی ابو جهل و ابو لهب برای مردم میگفتن که پیغمبره، نمیگفتن پیغمبر، میگفتن محمد امین صادق طیب طاهر گپ میزنه. ادب مجلس است که بشینی گوش بگیری. تا 40 سالگی سعی کنین لقبای خوبه. ولی وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 40 ساله شد، تا 40 سالگی چی میکرد پیغمبر؟ تا 40 سالگی از راه تیر میشد، میدید که اونجا بت پرست شیشته بت پرستی میکنه. پیغمبر چیزی نمیگفت، چون نمیفهمید ما پیغمبر هستم، نمیفهمید ما پیغمبر هستم. این کال بعضی کسا روایت دروغ میگه که در قنداق میفهمید که ما پیغمبر هستم چطور هستم. این روایت غلط است. لکن آنچه که قرآن و سنت ثابت میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا 40 سالگی نمیفهمید که من پیغمبر هستم. بت پرستا را میدید، بت پرستا چی میکردن؟ مرغ، گوسفند، شتر را میآوردن. دو تا بت بود به نام اساف و نائله، دو تا عاشقا بودن، بازیا پیش کعبه کدام گناهی کرده بودن، به بت ها مبدل شدن به سنگ ها. باز زیر پای از یا مرغ ذبح میکرد. مثل که ما و شما عادت بت پرستا را میکنیم، منتها به نام مسلمان زیر پای عروس اساف نافله را که بت پرستا اساف و نائله را میکردن، ما عین رواج بت پرستا را میکنیم، لکن نامش باز اسلامی میمونه. اونا این کار را میکردن. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی نمیگفت. ابو جهل و ابو لهب نظر میبردن به نام لات و هوبل و منات. پیش از اونا میوه ها را میبردن که نظر است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چیز نمیگفت. محمد صلی الله علیه و سلم تا 40 سالگی چیز نمیگفت. تمام عادات شرکی که امروز شما میبینین که یک بت پرست میکنه، این کارا را میکردن. ولی محمد صلی الله علیه و سلم برشان هیچ چیز نمیگفت. چرا چیز نمیگفت؟ به خاطر از اینکه نمیفهمید که من پیغمبر هستم. تا 40 سالگی، وقتی که 40 ساله شد، قصهش شما میفهمید که جبریل امین آمد پیشش، بالاخره محمد صلی الله علیه و سلم فهمید که من پیغمبر خدا هستم. استاد شد، یک روزه در سوق عکاظ مردم جمع کرد، تجارا را جمع کرد، کسایی که میامد از هر طرف را جمع میکرد و برشان صدا میکرد که ایها الناس، او مردم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگوین لا اله الا الله که کامیاب شوین، رستگار شوین. و ابو لهب از پشتش صدا میکرد که لا تصدقوه، تصدیقش نکنین، این کاهن است، این ساحر است، العیاذ بالله. باز برش لقبای دیگه دادن، کاهن عوض از او 4 لقبش اوسو کردن. باز برش گفتن این کاهن است، این ساحر جادوگر است، العیاذ بالله، این کذاب است، این فلان است، این فلان است، لقبای زیاد دیگه برش دادن. پس معنای عبادتی است برادر عزیز که ابو جهل و ابو لهب میفهمین که چرا خیستن در مقابل ازی آمدن برای که دیگه خود گفتن که میفهمی که محمد چی میگه؟
گفت چی میگه؟ گفت گپی بسیار خطرناک میگه که او را ما پذیرفته نمیتونیم. چی میگه؟ گفت میگه که بگوین که لا اله الا الله. چون ابو جهل و ابو لهب من در اول برتان گفتم که خوب عربای فصیح بودن، معنای از کلمه را میفهمیدن. گفتن اوه لا اله، نیست هیچ کسی مستحق عبادت. گفت میفهمینی گپ خطرناکه. به خاطر از اینکه یک تعداد از اینا عبادت به بت میکردن، یعنی که هیچ بت 360 بتی که اونا داشتن یا باید نفی شود که لا نیستن مستحق عبادت، شکستانده شوند. گفت میبینی گپ محمد که چی میگه که بت باید نباشه. بعضی ها ملائکه ها را پرستش میکردن. با گذشت زمان پیرو پیغمبر که از دین بیخبر باشه، باز عوضی که راه پیغمبر رو بگیرن، خود پیغمبر رو به بت مبدل میکنن. یک تعداد پیغمبر رو پرستش میکردن. در بین خانه کعبه 2 مجسمه بود، یکیش مجسمه ابراهیم علیه السلام بود، یکیش مجسمه حضرت اسماعیل علیه السلام، و او را پرستش میکردن. و پیغمبر صلی الله علیه و با عصای خود این بت ازیا را شکستان. یک تعداد ملائکه ها را پرستش میکردن، میگفتن دخترای خداست. یک تعداد دیگه قبرها و زیارتها را در حبشه، قبرهای پیغمبرها را پرستش میکردن، قبرهای اولیاء الله را برش رکوع و سجده میکردن، برش نظر میبردن، در قبر قالین فرش میکردن، پیش قبر رکوع میکردن، سجده میکردن، برش نظر میبردن. گفتن محمد آمده میگه که لا اله الا الله، نیست هیچ ملائکه، نیست هیچ پیغمبر، نیست هیچ ولی خدا، نیست هیچ انسان، نیست هیچ جن، نیست هیچ مخلوق، نیست هیچ سنگ مستحق عبادت. کل از اینا معبودای غلط هستن، معبود نیستن، مخلوق هستن، مستحق عبادت نیستن الا الله، بغیر از الله. تحمل میکنین او مردم مکه، او قریشیا، از پدر کلانایتان براتان مانده که پیش بت سجده بکنین، از پدر کلانایتان مانده که پیش قبر سجده بکنین، از پدر کلانایتان پدرایتان رواج مانده که نظر به نام قبر و به نام مخلوق بگیرین. چطور میتونین محمد تحمل بکنین؟ بخیزین، استاد شوین و در مقابلش بجنگین. اینال فعلا مثلا شما ببینید بعضی کسان امروز در وطن ما و شما هست لا اله الا الله را میخوانن لکن به قبر سجده میکنن. چرا؟ علتش چی است؟ علتش چی است که معنای لا اله الا الله را نمیفهمن، مفهوم عبادت نمیفهمن. مستحق عبادت کی هست؟ در 5 وقت نماز خود میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله خاص تو را عبادت میکنیم و یا الله خاص از تو کمک میخواهیم. در زبانت حمد گویا، در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چوسود. به الله تعهد میکنه که خاص به تو عبادت میکنیم. بازو جمعه میگه نظر بیبی داریم، نظر آقا داریم، نظر مشکل کشا داریم، نظر فلان زیارت داریم، نظر فلان قبر داریم، نظر عبادت است. اینجا به الله تعهد میکنه که الهی نظر به تو میکنم، باز در خانه خود که رفت نظر به مخلوق میکنن. حاجی ما وقتی که در مکه مکرمه میره در مقابل بیت الله شریف استاد میشه و در اطراف خانه کعبه 7 مرتبه میگردم و میگه لبیک اللهم لبیک، الهی آن قانونی که تو داری او را من تطبیق میکنم. ولی وقتی که در وطن خود آمد قانون امریکا را تطبیق میکنه، قانون فرانسه را تطبیق میکنه، اونجا میگه که لا اله الا الله، میگه که هیچ کسی مستحق عبادت نیست بغیر از الله، باز در وطن خود که آمد برعکس از او کار میکنه. عبادت چیست؟ مفهوم عبادت بفهمیم. عبادت یعنی ذلت. عبادت در لغت ذلت و خواری را میگه.
انسان مسلمان نباید خود به غیر از ذات کبریا، به غیر از الله، پیش کسی دیگه خدا نباید ذلیل بسازه. در حالت قیام ایستاد شدن در مقابل مخلوق عبادت است. رکوع کردن سبحان ربی العظیم. مشرکین تعظیم به بت خود میکردن، به امپراتور میکردن، برای پادشاه میکردن. در فارس اینجا مردم امی عبادت هم در مکه وقت مردم در مقابل بت میکردن یا در مقابل امپراتور میکردن، برای امپراتور میگفت. از این خاطر ربیعه ابن عامر رضی الله تعالی عنه وقتی که رستم از پیش پرسان کرد که شما برای چی آمدین، گفت ما آمدیم که مخلوقای الله را از عبادت غیر الله به عبادت الله بکشانیم. پس چرا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در مقابل حجر الاسود استاد میشه، برش میگه او سنگ سیاه، او سنگ سیاه، تو یک سنگ سیاه هستی، تو بر من نفع و ضرر رسانده نمیتونی، نمیخوای خود ذلیل بسازه. ما تو را بوسه میکنیم به خاطر ازی که تو از جنت آمدی یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را بوسیده، به احترام پیغمبر تو را یک بوسه میکنیم، لکن تو یک سنگ سیاسی برای من نفع و ضرر رسانده نمیتونی. چرا اگر کس برای سنگ خود ذلیل بسازه باز عبادت از او سنگ میشه. فرق بین مسلمان و بین هندو دمی است که مسلمان حجر الاسود من حیث یک سنگی که از جنت مقدس آمده فقط یک بوسه میکنه، اما برش خود ذلیل نمیسازه. هندو در مقابل سنگ خود ذلیل میسازه. پس عبادت به مفهوم ذلت است. اگر در مقابل هر کسی خود ذلیل ساخت، در مقابل هر کسی که خود ذلیل ساخت عبادت از او کرد. و عبادت در اصطلاح اسلامی یکی ذلت ساختن است و یکی هم اطاعت است. اطاعت از قانون، ای که خود در مقابل مخلوق رکوع بکنی، سجده بکنی، نذر بکنی، قربانی بکنی، دست دعا بلند بکنی، اینی کارا کلش عبادت است که فقط در مقابل الله میشه، روی به طرف قبله. حتی در قبر پیغمبر هم که میره حاجی صاحبا رفتن که مردم روی خود به طرف قبله میگیرن و پشتشان به طرف قبر پیغمبر است و دعا میکنن. چرا اگر روی به طرف قبر دعا شد باز انجام عبادت به چی میشه؟ به غیر الله میشه. روی به طرف قبله دور بده، نه به طرف قبر. در اینجا یکی از مفهوم عبادت ذلیل ساختن خود است در مقابل یک کسی. پس ما مسلمان ها میگیم که لا اله نیست مستحق عبادت، ما خود ذلیل نمیسازیم، فقط در مقابل ذات کبریا که الله جل جلاله است. و دیگه از مفهوم عبادت برادرای محترم اطاعت از قانون است. بسیاری وقتا او روز هم یک محصل آمد گفت استاد من 4 سال از کتابای دموکراسی را میخوانم، یکی میگه دموکراسی اسلامی، یکی میگه دموکراسی مچم شطورکایی، من هیچ نفهمیدم که حالا اسلام دموکراسی داره یا دموکراسی اسلام داره، چطور است. من گفتم برادر عزیز اگر میخوای که مفهوم درست بفهمی، اویی است که دموکراسی فکر داره. فکری چی است که در دموکراسی گفتن که قانون از آسمان پایین میکنیم در روی زمین، یعنی اونا چیزی را به نام قانون آسمانی نمیشناسن و این کلمه کفر است. چرا ما قانون آسمانی را قبول داریم. دموکراسی میگن ما چیزی را به نام آسمانی نمیشناسیم، حکومت مردم در زمین، توسط مردم در زمین، بالای مردم در زمین. چیزی به نام خدا وجود ندارد، به نام پیغمبر وجود ندارد. از این خاطر کسایی که دموکراسی را قبول کردن، ما تو مردم افغانستان که امروز بی غیرت شدیم، امروز که بی ایمان شدیم، امروز که پیغمبر ما دشنام داده میشه و کلان کلان کسایی که خدا خوب مسلمان مجاهد میگیره هیچ حرکت نکرده به خاطر پیغمبر خدا، به خاطر عزیز که دموکراسی را پذیرفته. چون در نظام دموکراسی انسان حق داره که خدا را دو بزنه، پیغمبر را دو بزنه، قرآن در بته، این دموکراسی برش اجازه میته. ما خوب میفهمیم، لکن به خاطر از این که ایمان از قلب ما گرفته شده، ایمان قویی که در وقت روسا داشتیم امروز او ایمان قوی را نداریم. از این خاطر پیغمبر توهین میشه، دشنام داده میشه و کلگی سر خدا خم گرفته قرار میره میشینه، کلگی قرار آرام است. چرا؟
وقت غیرت داشتیم، غیرت ایمانی داشتیم. سلاح نداشتیم، راکت نداشت مجاهد. 10 نفر مجاهد سر یک تفنگک عادی جهاد میکردن. بسیاری وقتا سر روس کت تبر و کت بیل حمله میکردن، لکن چون غیرت داشت روس شکست داد. لکن حال همه چیز داریم، راکت داریم، طیاره داریم، راکت اندازا هست، بسیار سلاح‌های قوی هست. برو برای چی نگاه کردیم که باش اگر کت خود مسلمان جنگ کنیم بازور استعمال کنیم اما در مقابل کافر باشه. محمد صلی الله علیه و آله ما و شما میگیم ما محبت داریم، بلا اله الا الله محبت داریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز قیامت اگر پرسان بکنه که شما مردم افغانستان با ما محبت داشته، محبت چه قسم نشان دادی؟ حداقل همه خود میگفتی که تو امریکایی تروریست هستی، تو دشمن خدا هستی. حداقل خود یک صدای تا بلند میکردی میگفتی که مرگ به امریکا. هیچ چیز از این نمیاد. حداقل در سرک در سر بام مسجد خود یک 5 دقیقه بالا میشید این مردم میگفتی که مرگ به سر از این مردم. بازم گفتی پیغمبر خدا دیگه چیز نداشتم، یک صداگه که عاجزانه خود داشت. اما ای که هیچ کسی هیچ حرکتی نمیکنه و خاموش است و میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست دارم، بازی خود فریب دادن است. نشه که در روز قیامت در صف پیغمبر استاد شویم، پیغمبر ما را بکشه از صف. و ما هستیم اما کسی که دشمن پیغمبر را تایید میکنه، ما هستیم که برش رأی دادیم، ما هستیم که شستای خود چسباندیم. به طرف گفته نمیشه. کسی که در انتخابات شست خود چسباند، صحیح است نه؟ و نظر داد و باز او کسی را که این انتخاب کرده او باز که امریکایی در یک چوکی شیشت و باز امریکایی پیغمبر را توهین کرد، این نفر در توهین پیغمبر شریک است. چرا با یک مسلمان صحیح نظر نمیدادیم؟ چرا نمیخواستی به کسی که میفهمید قرآن را تطبیق میکنه چرا بر از او نرفتی که از او استاد نشدی؟ که دشمن الله استاد شدی و نمیفهمیدی؟ امروز کسی هست بگه که من نمیفهمم؟ نه، کلگی میفهمم، کلگی میفهمم. لکن گپ سر چی هست؟ گپ سر ازی هست میگه یک روز در قریه یک دانه درخت پیدا شده بود. فرق از بین کسی که میگه من محبت واقعی قلبی با پیغمبر خدا دارم و فرق از بین کسایی که با پیغمبر محبت نداره، فریبکاری میکنه، خدا بازی میده. خدا بازی میده. میگه یک کسی بود در یک منطقه یک دانه درخت بود، کل مردم میرفتن در درخت، یکی از درخت یک کمک قیچی میکرد، بازی رو میگرفت اینجا در دست خداویزان میکرد تعویض. یک شیخ بود دید که والا مردم خب به شرک مبتلا شدن. هر قدر بهشون گفت او مردم گرد درخت طواف کردن، این طواف به درخت نمیشه، شما این درخت بت ساختین. مردم گپ از قبول نکردن. بعضیا قیچی میکرد، یک توتا که تمیمه جور میکرد، بازی رو در اینجا خداویزان میکرد، اون دو واره دیگه دید که والا این درخت یکی میره از درخت بچه میخواه، یکی از درخت دختر میخواه، یکی درخت خدا ساخته و یکی خالق ساخته و یکی ساخته. بالاخره دید که هر قدر بر مردم میگم نمیشه. گفت والا دیگه قسم نمیشه، تو بیای خیمه برو مک امی درخت چی کنم؟ قطع کنم. یک تبرک میگیرن نصف شب مبراه میگه خال مردم نیست، میرم میکنم تکت کش میکنم اوسو میبردم. مردم که آمدن صبحکی سهل میکنن که کوثر صاحب درخت چه شد؟ میگه والا صاحب درخت میشه، ما خبر نداشتم. بعد اجرا خبر بودم کدام تو اون درخت شکستانده رفته، خلاص گلمش جمع است. یک صاحب درام میره، شیطان میاد مقابلش. شیطان که برش میگه کجا وطندار؟ بخیر. میگه والا صاحب میریم مک اونمو درخت قطع میکنم که بیخ مردم در شرک مبتلا کرد. شیطان میگه میفهمی من کیستم؟ میگه کی هستی؟ میگه من شیطان هستم. یکی سال میکنه که شیطان خوب چاق و قوی و تراست و این بیچاره هم ضعیف لاغریگک.
شیطان میگه من نمیمانم، پدرت رفته نمیتونه، پدرت. خب میگه ها. خب بالاخره صاحب اردوی ازیا بغل میتونه امی نفر ضعیف صاحب با امی لاغری خود امی شیطان قوی را صاحب قیل میکنه میزنه روی زمین. اینه که در زمین میزنه اینه در سر سینهش بشید. شیطان برش میگه یک پیش سجستشن یک پیشنهادک. چطور است یک پیشنهاد برات بکنم؟ میگه چی پیشنهاد؟ میگه حالا مرا چی میکنی؟ پشت از درخت گپا چی میگه؟ بیا من یک دینار وقت اما پیسای طلایی را میگفتن که از طلا جور شده پیسه از برازی میگفت که صبح از این خوک خیزی در زیره که بالشت یک دانه طلا را میمانم 300-400 دلار میشه. میگه که برات ازی بخر از او بخر خلاصی برش میگه که بسیار خوب است. صبح که میخیز از خواب سعی میکنن دینار طلا صاحب دینار طلا رو رفت صاحب ترشکا چی میگه و دیگر صاحب شیخ صاحب خانه را چپه داره چی میکنی والا صاحب باش که استایل خانه کنه شده یک خانه که 4 منزله لوکس یک نقشه از ایتالیا آوردی میره تطبیق بکنم. خب بالاخره صاحب میره میته و دیگر صاحب موتر میخره و دیگر صاحب دو صاحب بالاخره آیسا شیخ صاحب هر صبح که میخیره در زیره که سرش پیسه مانتگیست. شیطان خو یک چند وقت در پیسه و در امتیازی گپا تا که خوبی از ایمان بکشیشه. دیگر روز صبحکی از خواب میخیده گم تا دست تمیزی چی میگه حالا دیگه صاحب موتر چی میگه شکمم سابقه کت لاغری یک بود دیگه خوب شکمم کټه شده دیگه اندام خوب کټه است درام که میره ها دیگه حالا صاحب خوب قوی و کټه و دیگه چیز هم است. خب زیر بالش یک سال میکنه که پیسه نیست. شیطان خانه خراب خواب برده چطوری نورده پیسه را باز میکنه باز خود در خواب میپرته باز که پس میخیزه باز سال میکنه پیسه نیست. خب نماز صبح شام قضا شد حال میگم حالا این نامد. خب بالاخره خب البته شیطان رو بیچاره ناوقت میخیزه خیر از بیچاره گناه داره صبر که یک چند دقیقه باز که میره که نیست پیسه. بالاخره یک روز میگه خب امروز البته کار داشت جای رفت یا کدام جای سفر داشت یا کدام ملاقات میتینگ داشت یا چطور بود پیسه من آورد. بالاخره صاحب یک ثواب نشد دیگه ثواب شد. دیگه روز دید که اوه والا شیطان خب پروتکل شکستان باز تبر صاحب نیمه شب گرفت دیگه هم کټه دیگه روان است. شیطان آمد گفت کجا شیرلالا؟ گفت میرم درخت چپه میکنم. گفت درخت چپه میکنی؟ درخت چپه کردن نمیتونی. گفت چرا نمیتونم؟ چرا؟ گفت تو قراردادت خراب نکردی؟ شیطان برش گفت که سعی کن قرارداد خراب کردم یا نکردم خدا شور داده نمیتونی. دانت شور بیتی دا بوکس دا دانت میزنم. امروز خب ملت ها مشناسید مردم ها مشناسید از خودگی و قومت ها مشناسید سکرترت ها مشناسید که در داخل اتاق چی کارا میکنی بوتلایت هم کنجا ماندگی سورام کلشه هم کسی که خوب برات نزدیک است مشناسید. خدا شور نتی اگه دیر تلخت مال کردم اگه پیغمبرت دشنام دادم اگه کتابت برات ذلیل ساختم در دادم برات باز هم دیگه هر چیزی که کرده باز برای مردم بخیز بگو بیا در تشنج نکنه آرامک باشه حالگه یک وقت تشنج نیست حالگه یک وقت آرامی است وقت انتخابات است وقت گپ زدن از دوستای خارجی از فلانیگک است بازی گپا رو برشان باز چیز این چیز گفت که نه تو پروتکل تا خراب کردی تو سای کال ما میرم چیز میکنم این صاحب شیطانی رو گرفت باز کرد صاحب بغل در بغل شدن ام دفعه صاحب شیطانی رو قیل کرد زد شیخ صاحب در زمین در سر سینه شیشت. گفت گوش که یک درس ما برم بودم دیروز که آمده بودی لاغر بودی لکن با قوت ایمان امروز که چاق شدی بسیار رامبوها و اندرتیکرها پیش ما هست که کلش غلامای امریکاست خوب اندام کته داره لکن خر از پیش امریکایی سلامی میزنه به اندام کتک از چیز نمیشه باز که ایمان کتت نبود سر توار بی ایمان من زور هستم تو از مکد شیطان قویتر و خطرناکتر هستی. میگه شیطان که رانده شد بجز یک گناه نکرد خود را برای سجده خالق رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز
کان سجده به آدم و این بر خدا نکرد. امروز اگر مثلا پیغمبر ما تو توهین میشه، بر پیغمبر فیلم ساخته میشه، حقش بود که مسلمان ها میخیستن، ولی اگر از ایمان چیز باقی بود. مفهوم عبادت هست، لگب سر مفهوم عبادت بود که مفهوم عبادتی است که یکی عبادت است که رکوع و سجده و نذر قربانی برای الله هست، و دوم مفهوم عبادت اطاعت از قانون الله هست. اطاعت از قانون الله هست. از این خاطر اگر کس بغیر از قانون الله قانون دیگری را تطبیق میکنه، ولو که عبادت کنه، باز همین مشرک است. وقتی امی آیت شریف نازل شد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، این آیت شریف نازل شد، پیغمبر صلی الله علیه و آله این آیت شریفه به یک صحابی مبارک عدی ابن حاتم نام داشت. حاتم تایی کلگی میشناسه، بچه از مشم که از مو حاتم بود یا کدام حاتم دیگه بود. مقصدی حضرت عدی این صحابی مبارک بود. بعضی عدی میگن و بعضی میگن عدی. این صحابی مبارک پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله شیشته بود، لکن این قبلا نصرانی بود. قبلا نصرانی بود. نصرانی را مسیحی نگوین، بعضی کتابا رو مخواندم، علما میگن نسبت از این نصرانیای که به سه خدا باور دارن، اینو به مسیح علیه السلام نسبت دادن، به جفا هست در حق عیسی علیه السلام، پس اینا را نصرانی میگن. این قبلا نصرانی بود. این نصرانی آمد وقتی که این آیت شریف خواند که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، سعی کن معنای عبادت اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله تشریح میکنه. حضرت عدی اول که آمده بود در گردنش یک دانه صلیب بود، تو به علامه جمع، چون نصرانی‌ها در گردن خود علامه صلیب میپرتن. پیغمبر صلی الله علیه و آله اول که در گردنش دید، برش گفت که یا عدی اطرح عنک هذا الوثن، گفت این بت از گردن تو سپر تو. امروز بسیاری زنای مسلمان است منگل سوترا دمی بازار مریم خوب فروخته میشه. او را شیعای بت پرست برای زنای بت پرست خود میته. حال اینجا هم در افغان مسلمانای بت پرست برای زنای مسلمان بت پرست خود توفا میخره. علامت بت است. کفر در گردن خود میبره نمیفهمه. حضرت پیغمبر گفت اطرح عنک هذا الوثن، گفت یا عدی تو حال مسلمان شدی، این بت از گردنت بسونه. حضرت علی رضی الله عنه چون اسلام قوی داشت، اگر شیعه ایمان قوی داشته باشه میره مادر اولادار یا بر رضا میفهمه یا که نشد از اینکه گلولش میکنه اوس برش میپرته، میگه چی مرداری در گردن تلویزیون کردی، کفر آویزان کردی در گردن. حضرت علی سویل کندو انداختش او طرف. وقتی که او طرف انداختش، رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. گفت نصرانی ها، چون قبلا نصرانی بود، گفت نصرانی ها گرفتن علمای خدا و رهبانهم و متصوفین خدا اربابا من دون الله، خدای خود گرفتن بغیر از الله. ارباب جمع رب است. همین در افغانستان بسیاری کسانی کلمه کفر استعمال میکنه، میگه ارباب صاحب. یه زمان کفر مانده، میگی ارباب ما در ایران، اما بلکه قریه رو با خدا میگفتن. حالا میگی ارباب ما چی برای یعنی خدای ماست. حالا استعمال میکنه لکن نمیفهمه بیچاره. اینال حضرت عدی رضی الله عنه برش گفت که یا رسول الله، ما علما و متصوفین خدا عبادت نمیکردیم. یعنی حضرت عدی تو فهمیده بود که عبادت دو قسم است. یکی عبادت، این عبادت است که مثلا رکوع، سجده و نذر و قربانی فکر میکردم این عبادت است. اما قسم دومش که اطاعت در قانون الله است، این هم عبادت است. دیگه گفت صاحب اونا خو این عبادت نمیکردن، او را خدای خود نگرفته بودن. رسول الله صلی الله علیه و آله که آیا اگر یک عالم یا یک متصوف حلال حرام میساخت، حلال الله را حرام میساخت یا حرام الله را حلال میساخت، شما از عالم پیروی میکردین؟ گفت آه صحیح کارا میکردیم. گفت اینمی عبادتشان است، اینمی خدا ساختن است. پس لا اله نیست هیچ کس مستحق عبادت و نیست هیچ کس مستحق اطاعت در قانونش الا الله، بغیر از الله. پس انسان مسلمان وقتی که لا اله الا الله را معنایش بفهمه، باید بغیر از الله هر چیزی که عبادت است او را بغیر از الله به کسی دیگه انجام نده. مسلمان حق نداره که رکوع
در مقابل غیر الله بکنه، ولو که پیغمبر باشه و یا جبریل امین باشه. سجده به غیر الله بکنه. نظر به غیر از الله به نام کس دیگه در اسلام نظر نیست. ما نظر محمد نداریم. محمد صلی الله علیه و آله نظر نداشت، چون نظر عبادت است. ما چیز به نام نظر محمد نداریم. یکی باز مردم پسان نظر مشکل کشا ساختن و نظر مشکل کشا یعنی نظر حضرت علی رضی الله تعالی عنه بر از او صاحب نظر میکنن، در حقیقت کشمش نخوته عبادت جور کردن به کی؟ به حضرت علی رضی الله تعالی عنه. حضرت علی صاحب از اونها بیزار هست، چون حضرت علی یک شخصیت موحدی بود که عبادت الله را میکرد. پس مفهوم لا اله الا الله، اول ای که مفهوم عبادت ذلت است، پس مسلمان موحد هیچ وقت سرت به شکل ذلت به غیر از الله به کسی دیگه خم نکن. سجده و رکوع و نذر و عبادت ده به غیر از الله نکن. مستحق عبادت کیست؟ لا اله الا الله میگه که لا اله نیست هیچ کسی مستحق عبادت و مستحق اطاعت در قانون. هیچ کس باید قانونش قبول نکنی به غیر از قانون الله را. از این خاطر بسیاری کسا میگه من خود صاحب کلمه میخوانم. کلمه میخوانی، لکن همین سابق کمونیستا که بودن این بیچارا میگفتن ما سوسیال دموکرات هستیم. یک روز پرسان کردم گفتم چی معنی سوسیال دموکرات؟ گفت ما منظور ما این است که ما خدا را قبول داریم، دین قبول داریم، نماز میخوانیم، عبادت میکنیم، لکن اقتصاد کمونیستی را نسبت به اقتصاد اسلامی ترجیح میدیم. ما اقتصاد سوسیالیستی را قبول داریم. یعنی معنایش گفتم معنای گپ تویی است که افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. شما گفتم به بعض کتاب ایمان آوردین، به بعض دیگه کافر شدین دیگه. این کار یهودیا را میکنین. به این خاطر اگر تو الله را عبادت میکنی و از الله اطاعت میکنی، در اقتصاد، در نظام، در سیاست، در کلش باید اطاعت الله جل جلاله شود. این بسیار مهم است که ما و شما باید بفهمیم. چرا یک کشیش میخیزه قرآن در میته؟ چرا چند هزار دلار مصرف میکنن یک فیلمی را به ضد پیغمبر صلی الله علیه و آله جور میکنن؟ علتش چی هست؟ آدم بعضی گپای خوبم بگویه که مردم خوشحال شون، بعضی گپای خفگیام بگویه. در قرآن شریف هم جایی که آتش دوزخ یاد میکنه، بعد از او جنت هم میگه که مسلمان ها چی نشن؟ خفه نشن دیگه، شکست قبول نکنن. برادر عزیز در این باره من تحقیق کردم. سعی کنین اگر امکانات پروژکتور تو را میبود، من کلیپ از کامپیوترم باز اگر شد کدام برای که استاد میتونم باز خود استاد ایره تشریح بکنه. در این کلیپ یک گزارش است یک امریکایی نوشته کرده. این امریکایی ها حال فعلا درباره سقوط تمدن غرب کار میکنن. 40-50 سال است به این نتیجه رسیدن که تمدن بالا میرسه، در آخرین نقطه خود که رسید در عربی قمه میگن. در نوک کو که رسید از سر نوک کو چی میکنن؟ سقوط میکنن. امروز تمدن غرب این تمدن مادی از یا ما تمدن نمیگیم، بی خو حیوانیت است. منتها خودشان ایره سیویلایزیشن تمدن میگن، در عربی حضاره میگن. این رو به سقوط است. یاد این فکر هستن که خب آل این تمدنی که سقوط میکنه جاگزین از این کی میشه؟ کل دنیا را پالیدن دیدن که یگانه تمدنی که در جای تمدن غرب جای به جای میشه اسلام است. تمدن اسلام است. اسلامیک سیویلایزیشن. علامات از خودشان بیان کردن که در کلیپ باز اگر استاد خواست برش میتونم براتون تشریح کنم. اصلا نفوس مسلمان ها در کشور ما و شما اگر باشه، نفوس قسم از بالا زیاد شده میره. از بالا 2 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون هر کاکا که بیکار ماند 16 تا 15 تا ولادت کرده. اینا صاحب اینجا زیاد است. در غرب همین نفوسی قسمه اته پنت میه اصلی که سر مثلث باشه دو زاویهش کلا رسید هم تو خرد شده میره. این دانشمند گفته چرا؟ گفته مثلا در غرب یک زن و یک مرد وقتی که ازدواج میکنن حاصل ازدواجشان یک طفل است. پس اگر 10 میلیون بود چند سال بعد چند میشه؟ 5 میلیون. 5ش پس چند بشه؟ 2.5. 2.5 هم تو کم شدن بالاخره ایزد خرد شده میره. این دانشمند تحقیق کرده.
و دقیق احصایش گرفته که در امریکا اقا شده درش است. خب عالی این قسم میایه، پس چرا نفوذ غرب اما تو نورمال زیاد شده میره قسم شده میره؟ پس نفوذ بازنشسته کرده که اسلامیک امیگریشن، مهاجرین مسلمان نسل سفید اروپایی و امریکایی رو به نابودی است. جاگزین از یا کی میشه؟ مسلمان ها میشه. غربی بیچاره 2 تا طفل مشکلاتشان چی است؟ یک تعدادشان چند فیصدشان مبتلا به همجنسگرایی و زنای فیمینیست هستند. زنای فیمینیست زنای هستند که هیچ مرد خوش ندارن، زنا با زنا ازدواج میکنن. واقع تولیدشان هیچ است. با ازدواج از چیز نتیجه نداره. یک تعداد مردها با مردها ازدواج میکنن. و اون بیچاره زامتشان به جای است، چیز نیست. او غربیایی که ازدواج میکنن با جنس مخالف و تولیدشان یک تاست. اما برعکس از این مسلمانی که در اونجا در غرب است تولیدش 12 14 تا سال دقیقاً ماندن گالی رو چطور کنیم؟ خودشان بردن. پس میگن که آل فعلا و ایسایه های دقیق است که مدرسه درس میدیم و ایسایه را سر تخته نوشته میکنیم که در فعلا در فرانسه، در جنوب فرانسه 1000 مسجد مسلمان هست. 1000 نوشته کرده که در جنوب فرانسه 1000 مسجد است. و این یکی از دوستای ماست قاری صاحب طاهر یا میشناسن، یکی از واجی صاحب که از چیز آمده بود از جرمنی. یک روز برای ما واجی صاحب زوی زنگ زد، گفت استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. گفت خوش خبری. گفتم چی خوش خبری؟ من دیگه سر این مسئله تحقیق دارم که چرا امی قرآن در میتونه، چرا چیز پیغمبر میسازن. دیدم که او زنگ زد گفت استاد فعلا در فلان شهر که ما زندگی میکنیم در اینجا کشیشا مفلس شدن. کشیشا مفلس شدن. اونجا کشیشا شخصی است. کشیشا را کس پیسه نمیته، برشان چیز نمیته. 10% مال مردم میگرفت حالا هیچ کس نمیایه. اونجا قانونشون نیست که از کلگی باید 10% ماش خود کسی در کلیسا می باید به کلیسا بده. اونجا مثل ساموار نیست که مثلا پیسه دار برای غریب بده، نه باید به کلیسا. بالاخره کس نامد، گفتن برو 5%، در 5% هم کس نامد. حالا گفت در آلمان، در فرانسه، در امریکا کشیشا مجبور میشن که کلیسا را بفروشن. وقتی که کلیسا را میفروشن یا اوتلیا برای اوتل خریدن میسازن یا مسلمان ها پیسه جمع میکنن. گفت از همی 1000 مسجدی که در فرانسه جور شدن نصف از این مساجد کلیسا بوده که خودشان فروختن، مسلمان ها خریدن. این حال کشیش بیچاره میبینه که نفوس ما رو به سقوط است. میبینه که نفوس خود از سقوط شد. کلیساها هم به مسجد مبدل میشن. امروز 50% در بلژیک، بسیاری در آلمان 50% طفلایی که نو در شفاخانه در ولادت میشن 50% از این اطفال مسلمان تشکیل میدن. پس خود به خود میبینن که این لیستی را که گرفتن نظر به عیسی هم از نگاه نفوذ در سقوط هستن، هم از نگاه چیز. این حال کشیش بیچاره یک روز یک پروفسور اینجا آمده بود در این منطقه خیرخانه، یکی دوست من تقاضا کرد در این سرک اول خیرخانه خانه از وقت رفتیم، گفت من رئیس مؤسسه است، امروز از گپ بزن. او رئیس مؤسسه گفته بود که یک عالم باشه، یک مولوی باشه که پیشانیش 111 نشته نشده باشه، یک مولوی باشه که تو خوش دینه با اعصاب آرام، تو چیخ نزنه و قال مقال بیابی نکنه، اما تو نرمک شیرین چاکلیت وارد دین تشریح کنه. بازو برای گفته بود که آینه یک استاد چاکلیتی ما دستن داریم که تو دین بسیار خوبش تشریح میکنه. گفت نه سوتا داره و نه دانگ داره و نه دیگه چیز. بازو پرسانش کرد، گفت که خب اینجا که من رفتم مرا چی گفت؟ گفت ما از غرب آمدیم ما از غرب آمدیم لکن ما برای ما الله را معرفی نکن. گفتم خیش برای چی آمدی؟ گفت مرا علم ما برای من میگه که این زمین و آسمان خالق پیدا کرده. من ایمان دارم که خالق وجود داره. این سیب را که من میخورم و این با میده ما سازش داره و این آفتابی که انرژی میته با وجود ما سازش داره. گفت خودی اینمی به ما ثابت میکنه از نگاه علم که خالق میده ما و خالق سیب و خالق آفتاب ذات یگانه هست. گفت من بیان باور دارم که خالق یکیست. گفت هم وقتی که کشیشا دروغ میگفتن که 1+1+1=1،
یک جمع یک مساوی به 3 گفت عقل ما قبول نمیکنه. گفت اشتو که ما بگیم بچیم این یک رپر کاکای داده بود، این یک رپر مامای داده بود، این یک رپر خالد بر دیدی داده بود، این ما برات نگاه کنیم بگین یک رپر. بگه اولاد بر من میگه دروغ چرا میگی؟ خب 3 رپر شد، تو چرا یک رپر میگی؟ گفت کشیشا بر ما میگه که خدای پدر، خدای پسر، روح القدس، باز یک جمع یک مساوی به چی میشه؟ میگه خدای یگانه میشه. میگیرم عقل ما قبول نمیکنه. گفت حالا ما اومدیم در افغانستان اینجا تحقیق میکنم درباره اسلام. گفت فقط من یک چیز میگم، چیزی که گفت مرا بسیار بدم آمد و من نصرانیت ترک کردم این بود که کشیش دستش یک خوکتیگه که اسپندی بود، اسپند بلاوند میکرد. خرافات. گفت اگه من بفهمم که خرافات و قلف بابا کیدانی را ماچ کردن این در اسلام است، من اسلام قبول ندارم. اما اگر اسلام دین است که با تمدن است، با دانش است، من او را قبول دارم. یک چینایی تیر میشد از پیش قبر بابا کیدانی، دیده که یک نفر همین قلف هم ماچ میکنه. گفت او کاکا میدن چاینا. این قلف ساخت بابا کیدانی خونه ساخت چین است. قلف چطور ماچ میکنی؟ باز که اگه ماچ میکنی بیا زندهش دست مسیر را ماچ کن. توی قلف چرا ماچ میکنی؟ تو چه قسم مسلمان موحد هستی که خود از ذلیل برای یک قلف بسازی؟ گفت اگر در دین این قسم باشه که شما برای ما همین قسم بکنید که شعله شیرین در دین است، سمنک در دین است، باز ما این دین قبول نداریم. اما اگر او تو دینی باشه که بگه که خالق زمین و آسمان رب العالمین است، گفت من قبول دارم. الحمدلله رب العالمین گفت من قبول دارم و من میشه. من گفتم برادر این چیزایی که ما رواجای ماست و جز دین نیست. گفت خلاص ان شاء الله مثلا تحقیق میکنم و من مسلمان میشم. پس امروز کشیشا در غرب میبینن که بسیار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فامیلشان سقوط کرده. این عسکرای آمریکایی که در افغانستان مردار میشن اکثرا عسکرایی هستند که بی پدر و بی مادر هستند، به نام هوملس و به نام بی خانه و به نام مادرش پشت بای فرند خود رفته و پدرش پشت از دیگر رفته و این بی پدر و بی مادر مانده، باز اینجا مردار شده میرن و میمرن. دیدن که فامیلا از بین میره. مسلمان ها روز به روز به رشد هستند. جوانای مسلمان امروز در هر مسجد که بری، در هر جلسه که ما داشتیم، اگر 4 تا ریش سفید اشتراک کرده 30 نفر جوان در اعتکاف شده در تاریخ افغانستان اتنا شده. این معلوم میشه که در سابق و ریش سفیدا معلوم هستن. یک ریش سفیده که کپ کوکورا پیدا میکردن برش یک چند روپیه میدادن برو در اعتکاف بشی، خیراتی که میگه سنت کفایی است، از کلمه خود خلاص کنیم. آل در هر مسجد که بری 30-40 نفر جوان موحد در اعتکاف شیشه و در شو تا به صبح ما در مسجد عابد صاحب اونجا شبای تاق تیر میکردیم. از تمام مناطق اونجا میامدن تا به صبح 500-600 جوان که حتی ما بسیاری وقتا مسجد تنگ میشد در بیرونا و سر بامبای مسجد میبودن. این کسایی بودن کلشان آمده بودن به خاطر لا اله الا الله. از این خاطر کشیش میترسه که مقتدی مجلسم رفت، مقتدی از کلیسا کی برد؟ محمد برد صلی الله علیه و سلم. از این خاطر که پیغمبر ضدیت میکنه، میفهمه که 14 قنبات محمد در قلب همه کس جای داره. محمد پیروا داره. امروز فرعونای عصر حسنی مبارک در مصر سقوط کرد. معمر القذافی ملا را نمیمان که در مسجد در وقتی که خطبه نمیخونه ریشش سرش بزرگ کل میکرد. زیر پای جوانای مسلمان شکست خورد. الهی کسایی که ضد پیغمبر از در افغانستان هم در بدرشان بگو پروردگاران. الهی کسایی که دوستی با امریکا میکنه به نام مسلمان مثل قذافی و مثل حسنی مبارک ذلت و ذلیلش بگردان. الهی بیرق محمد بلند کو خودت. الهی محبت محمد صلی الله علیه و سلم در قلبای ما جای بده. امروز او کشیش دید که کلیسا از پیشش رفت، جوان از پیشش رفت، حکومت ها روز به روز به حکومت های اسلامی مبدل میشه. شرق بیدار شده و در غرب هم کلیسا و یهودیت و ادیان منسوخ از اینا رو به سقوط است و لا اله الا الله بیرقش بالا میشه. از این خاطر دیگه چیز زورشان نمیرسه. با چند تا دشنام و کلمات زشت، با یگان فیلم احمقانه و لودگی نمیتونه که محمد صلی الله علیه و سلم نامبد بسازه. محبت قلب محمد صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم در قلب هر مسلمان هست. محبت محمد صلی الله علیه و سلم، ما از مادر خود کله دوست داریم، از پدر خود کله دوست داریم. اگر ما ناموس داریم، ناموس برای ما محمد معرفی کرده، ما محمد صلی الله علیه و سلم از ناموس خود کله هم دوست داریم. و همیشه جوانا و ریش سفیدای ما در هر جای میگن که مرگ به امریکا. بلند بگوین مرگ به امریکا.
مرگ به ناتو، مرگ به دوستای امریکا. زنده باد راه اسلام، زنده باد محمد صلی الله علیه و سلم. نامش بارک الله لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.